سلام حاجی شیرین سخن که فخر مردم کولاب ما هستید. ما یک گروه مخلصان شما از شهر دوشنبه بازار کاروان. یکم سوال میگویند که نیت کردی کاری نیک نیت قبول می شود. آیا نیت در اسلام هست یا نه؟ درباره نیت کمی خبر می دادید. برای اینکه شخصی در مدرسه می خواند و ما گفت که شخصی که نیت کرد که از زنش جدا شدن می خواهد در حال نیت قبول می شود یا این حقیقت دارد که همان شخص از زنش جدا می شود؟ آیا در اسلام در این باره نیت حدیثی هست که از زبان شیرین شما می خواهیم شنویم؟ از شما عذر می خواهیم. یعنی اگر شخصی که نیت کند که من از زنم جدا می شوم، این معنای او را ندارد که وی از زنش جدا شد، زیرا که جدا شدن این فقط و فقط به همان لفظ است. وقتی تا کلمه طلاق را اگر مرد استفاده نبرد، این حالت در بدلش اگر نیت هم که کند، این نیت دل اعتبار نیست. اگرچنده که در اسلام، یعنی ما و شما میخواییم، البته نیت در اسلام وجود دارد، چگونه که تمام کتابای احادیث پیغمبر وقتی که ما اگر ورق میزنیم، اول احادیث های پیغمبر سر میشود انما الاعمال بالنیات. این از جز از این نیست که همه عملهای شما وابسته به نیتهای شماست. یعنی هر عملی را که ما انجام میدهیم وابسته به نیت ماست. مثلا اگر شما به نماز جمعه آمدید، نیت شما چی نیت است؟ اگر ادای نماز جمعه باشد، خدا ثواب جمعه را به شما میدهد. اگر نیت شما برای ادای جمعه نباشد، بلکه یگان نیت دیگری داشته باشید، برای خبرگیری یگان رفیقتان آمده باشید، برای خبرگیری یگان خویش و تبارتان آمده باشید، یا برای که کو گوش کنیم در مسجد چی میگن، برده این خبرها را در یگان آدم با افلاس دیگه برسانید، یعنی نیتون چی نیتی که باشد، همون نیت در شما سزاوار میشوید. لکل امرئ منهم ما نوا گفت از پیغمبر، از برای هر شخص میرسد آن را که نیت میکند. اگر شما در خانه یک گاو ذبح میکنید، به مردم خام تلاش مثال تقسیم میکنید، چی ثواب کلانی دارد؟ اگر نیت شما از برای خدا باشد. نیت اگر ریا باشد، خودنمایی باشد، نشان دادن باشد، شما همون نیتی را که کردین همون سزاوار میشوید. یعنی چی نیتی که به دل شما میگذرد. لیکن در مسئله طلاق این نیت اعتبار ندارد که انسان اگر در دلش نیت کند که من مثال زن من 3 طلاق گفته، اگر به دلش همین نیت گذراند، زنی او 3 طلاق نمی شود. زیرا این طلاق و دیگر معامله های سودایی همه وابسته به نطق هستند. یعنی تا اگر زبان از زبانش نکشاید، اینجا طلاق واقع نمی شود. ببین بعضی آدمی هست که حتی 1 سال 2 سال از خانه بیرون می شود، همان زن هیچ کس طلاق گفته نمیتونه. یعنی او زن حتی که طلاق شده هم نیست تا وقتی که همین شوهر اگر همون لفظ طلاق استفاده نبرد. السلام علیکم اکای حاجی مرزا. ما از شهر دوشنبه به نماز آمدیم. ما از شنیدن امر معروف شما خیلی چیزها را آموختیم. شما در یکی از سبتهای خود گفتید که با همسایه های خود خیر و سخاوت کنید و نیک باشد. ولی همسایه های ما پدر مرا سال 1993 در ماه شریف رمضان به یگان سبب به قتل رسانیدند. من چی خیل با ویها معامله کنم؟ خود بگویید و در حق پدرم دعا کنید و خدا شما را نگهبان باشد. حاجی مرزای شیرین زبان، نویسنده صلاح الدین. یعنی خداوند این پدر را رحمت و مغفرت کند و گورش را خدای مهربان پر نور بگرداند و این فرزنداش خدای مهربان اهل هدایت گرداند. و به این برادر ما چی گفتنی هستیم؟ البته دیگر خداوند آن سالهایی را که در اینجا این برادر یادآور کرد،
خدای مهربان هیچگاه این حالتها را دیگر بالای این مردم تاجیک نآورد که خیلی حالتهای ناخوبی بود که همه ما و شما از حالتهای ناخوب این چشیدیم، خیلی آزرده شدیم، خیلی مانده شدیم. چی بی‌عدالتی ها، چی اوباشی ها البته در این سالها سر زد. الحمدلله که الحال این آرامی و این یکدیگر فهمی که در بین ماست، هزارها به سوی پروردگار شکرانه کردن در کار. لیکن این برادر باید که این همسایه هایی که به قتل این پدر این جوان دست زدگی هستند، اسلام البته همه وقت بخشش را دوست می دارد، همه وقت بخشش را دوست می دارد. اگر این همسایه ها اصلاح شده باشند، امروز نمازخوان باشند، اگر امروز پشیمان شدگی باشند، باید که این برادر یعنی از گناه اینها گذرد و اینها معامله کند همچون همسایه. چگونه که پیغمبر خدا را اگر شما جنگ احد اگر یاد داشته باشین، چی پیشانیش زخمی کردند، چی ابروهای ایشان زخمی کردند، چی دندان مبارکه، چی رخساره های مبارکه، همه را خونشار کرده بودند. لیکن وقتی که آن اسیرهایی را که در این جنگ احد به دست آمده بود در دست مسلمان ها اسیر آمدند، رسول اکرم گفتند با این اسیرها معامله خوب کنید. یعنی هیچگاه امر نکرد که این اسیرهایی که اینها سبب شدن و چهره من خونالود شد اینها را همه را به قتل برسانید نگفت، بلکه با این اسیرها گفت معامله خوب کنید، زیرا اینها نفرهایی هستند که نمیدانند، آن چیزی که میکنند از روی نادانی کردند. یعنی این شخصانی که امروزم آن روزم دست مثال به قتل زدن، چی مثال خانه یک آدم حرام کردن، که امروز من میدانم بعضی از اونها را که باور کنین در قطار شما نشستگی هستند، نماز میخوانند، از همون سالها و از همون کارهای خود خیلی پشیمان هستند، خجالت هستند. انشاءالله خداوند گناه های اینها را میبخشد. خود پشیمانی را پیغمبر خدا گفته است این کفارت گناه است اگر پشیمان شده باشند. لیکن این برادر ما هم باید که گذر کند، باید که بخشش کند و با این همسایه ها معامله خوب کند. لیکن پدر ای انشاءالله از دست این گناه اگر شخصان هم که به قتل رسانیده شده باشد، این یک درجات خیلی بلندی بردگی هست، باید که این هم البته فراموش نکند. یا اگر نظر کنیم ما و شما، وحشی حضرت امیر حمزه را به قتل رسانید، اما که پیغمبر بود، وقتی که ایمان آورد پیغمبر خدا با او چیزی نگفت، با او چیزی گفته نتوانست، زیرا وی دیگر ایمان آوردگی بود. دیروز یک جوان خانه آمده است، باور کن حالت او را هیچ کس هیچ تصور کرده نمی شود. خیلی حالت وزین، خیلی بیماری سخت بیچاره را فرا گرفته است. من گفتم چی تبابت کردی؟ گفت همون مزار در یک ملا هست. گفت کی که میرم، گفت از همون خاک همو یک جاروب دارد، گفت همین پشتای مده، گفت میمالد، گفت میشکد، گفت و مرا مهلت داده است که 20 روز بعد تو شفا میابی. همین دروغ ها چی لازم هستند؟ من اون جوان گفتم نخواه که تو اینقدر صحبت میکنیم و اینقدر از این خبرها خبر میتیم، تو کجا را گوش میکنی؟ اون بیچاره‌ای که در دستش جاروب دارد یا مثال تر به این کارهای شرکیات دلالت میکند و احتیاج هم 5 سامان و 10 سامانی تر دارد، اون بیچاره همه فکرش بس همون پولی ته هست و پروای شفای ته هم ندارد. شفا در دست او هم نیست. آخه بدنت میسوزد، درمند است. الحمدلله امروز بیمارخانه ها رفته در طبیب ها نشان بتین. آخه میبینی که یگان زیان است. الحمدلله امروز جوانهایی هستند که از قرآن آیت قرآن میخوانند، اونها را بیار تا که مثال قرآن قطعی تو را شفا کنند. خدا رحمت کند همین مزارها را.